همدم خود شو که حبیب خودی، چاره خود کن که طبیب خودی. کت خود یک آشتی که زیاد ما کت خود مشکل داریم. والا چرا قدم پخش است؟ ما این نخوانمیه. شما دیگه خواندین با دیسمورفیک دیساردر داری، والا بینیم ترس. و بگید چقدر مقبول است که ما بدل بکنی. والا چشمم کمی خورد است. من چشمت خورد باشه پولدار میشی، چرا تو میگی نکو؟ ولی با یک چیز خود کت خود جنگ داریم هنوز. رنگم گنده میست، رنگ میست، قدم میست، قدم. اول کت خود آشتی کن. همین مستم، شکر. مجسمه فروشی نیست، کار داری، بسم الله نداری. هنوز کت خود مشکل داریم. خب وقتی تو خود نرفته بیرون به کجا رسیده باش؟ تو که خود جور نکنی دیگه چیز جور کرده نمیتونی. غیر که غافل ز دل زار توست، بیخبر از مصلحت کار توست. بر حذر از مصلحت اندیش باش، مصلحت اندیش دل خیش باش. چشم بصیرت نگشایی. چرا؟ چشم بصیرت چشم مغزت است. با کتاب خواندن باز میشه، با سیمینار گرفتن باز میشه، با علم باز میشه، با سرمه نمیشه. چشم بصیرت نگشایی چرا، بیخبر از خیش چرایی. چرا سید که در مانده زهر سو شده، غفلت او دامره او شده. ای که در دام بند مانده از غافل بودن خودش از بیخبر رفته. ای که حال ما خراب است از تنبلی خود ما هموطن گرامی. خفه نشی. ما در ماینه خانی میای از امریکا افغانای ما میگم اونجا چی یاد داره؟ میگه 2 رشته طب کامپیوتر ساینس. میگم شما کار میکنه؟ میگه نه ایندیا. این 2 چیز میگه پیش ایندیاست. برای دکتر ایندی 20 تا مریضش در اونجا ثبت نام میکنه در امریکا، تکتش روان میکنه، در طیاره خوب با قدر و عزت میره، 20 عملیات خود میکنه، $2 خود در جیب خود میزنه، پس در وطن خود میشینه. هم با عزت بود، هم $2 به وطن خود آورد. میگم تو چی میکنی؟ میگم ما پیزا میبریم. این بچین یک سوالی است که باید از خود کنیم. چرا افغان پیزا میبره؟ چون خوب درس نمیخوانیم. خوب درس نمیخوانیم. ما فقط یک سند کار داریم. با خدا دنبال علم نیستیم. صبح ام پانتونا اعلان کنه بیا در دل کس میاد نمیاد، ما سندش پرسخانیش 5 سال بعد روان میکنیم. با خدا 90% محصل نمیاد. دنبال علم نیستیم. ما خود ما وقتی محصل فاکولته طب بودیم، استاد نجیب الله امرخیل اگه کدام وقت آمده باشه سرطان جراس، بهترین درس میداد، حاضری نمیگرفت. 2 صفحه. یک استادی که خوب درس نمیداد ولی حاضری میگرفت پر. یعنی ما در طب فقط به ترس حاضری میریم. خب این رقم وطن ساخته نمیشه. با مقدسترین مسلک توی تو برخورد کنی خود دیگه از دیگه چی گله داری؟ تاره غفلت سپرد پای تو، دام بود جای تو ایوای تو. تا که تو غافل پیش بریم جای ما دام است. تا که عاقل نشیم مشکل ما حل نمیشه. خواجه مقبل که ز خود غافلی، خواجنی بنده نامقبلی. از رای غفلت به گدایی رسی، ور به خدایی به خدایی رسی. حال یک قصه میکنه. پیر توهی کیسه بی خانه داشت، مکان در دل ویرانه. یک آدم پیر در یک خانگه کونه همونجا زندگی میکرد. روز به درویزگی از بخت شوم، شام به ویرانه درون هم چوبم. روز میرفت گدایی میکرد، شب در ویرانه زندگی میکرد. گنج زری بود در آن خاکدان، چون پری از دیده مردم نان. دمو خانه گنج بود، زیر زمین گنج بود. طلا گور کرده بود، پیسای نقره را گور کرده بود، خبر نبود، میرفت گدایی میکرد. پای گدا بر سر آن گنج بود، لیک ز غفلت به غم و رنج بود. غافل بود، نمیدید، میرفت گدایی میکرد. یک تا از سکاره میکشید کل عمرش بس بود، اما نمیتونست، نمیفهمید، غافل بود. گنج صفت خانه به ویرانه داشت، غافل از آن گنج که در خانه داشت. عاقبت از فاقه و اندوه و رنج، مرد گدا مرد و نهان مان گنج. اما تو در فقیری مرد، زمستان سرد شد مرد، و گنج هم تو مان. جگر آدم برش خون بشه، ولی پیر بیچاره مرد، خنک کشتشه، گنج هم داشت. دل با اون نسوزانی، قصه موتو است. موتو پای ما سر خوب گنج است، ولی غافل هستیم. هر معدن ما را شما ببینید برآورد شده به سطح جهانی عاید داره، ولی ما گدایی ملک دیگه را میکنیم. ما یک معدن داریم که دیگه باید به اینجا کار بتیم برشان، اما ما میریم از دریا از کو یخ ما میزنه غرق میشیم، آخر اونجا میرسیم صاحب مزدورکار کار نداری بیزای دفعه برم. و این موتو هم تیر خودم میاریم. هر افغان دپاش خار میخله موتو مسئولش هستیم. موتو با سواد از اینجا هستیم. او کراچیوان که یک درجن کیلو اوی فکر نمیتونه، او زن بیوی بیچاره نمیتونه. این مسئولیت موتوس که بیداری کنیم، این مسئولیت موتوس کار ایجاد کنیم، این مسئولیت موتوس معدن استخراج کنیم، این مسئولیت موتوس وطن بسازیم که یک یتیم مدنان آبرومند بخوره. ما که هرم وطنم گوشش میبره، به خدا احساس دردش هم تو میکنم گوش مرا بری. در دریا غرق میشم گریه میکنم برش. چطور بتونیم آرام باشیم و نام خودم افغان و مسلمان بانیم؟
این سر موتوس. اما از هم که یک گنج دیگر را برای ما میگه. ای شد عزیزم مرا دینای ما کده، از اطلاع ما کده، دیگه گنج میگه. خوب گوش کن. ای شد نالان ز غم و رنج خیش، چند نداری خبر از گنج خیش. از گنج خود چرا خبر نداری؟ کدام گنج استاد؟ اومدنا رو نام برد، مو رو نمیگه. دیگه را گوش کن. گنج تو باشد دل آگاهی تو، گوهر تو اشک سحرگاهی تو. میگه این خوب گنج است. دلت آگاه کن، مغزت بساز، این بهترین گنج است. یک پروفسور ژاپنی میگه شکر، میگه ما هیچ معدن نداریم، اما شکر خدا خوب کلا داریم. هیچ معدن نداریم ولی گپ اول در دنیا میزنیم. میگه چرا مرگ بر امریکا نمیگی؟ میگه چرا بگویم؟ با مرگ گفتن ما چی میشه؟ با جای لعنت با 100 تا لعنت به تاریکی بفروشی روشن نمیشه. یک تاش هم روشن که روشنی کردی نیون پرت خود چی خوب. میگه من مرگ به امریکا نمیگم، امی که رئیس جمهور امریکا در سر میزش تلفن ژاپنی ماندگیست، ما موفق هستیم. میگه از موتو چی ما ماندگیست؟ موتو فقط مصرفگر هستیم. یک تلفن آیفون 1 لک قیمت داره، 1 سال کار در افغانستان کنی 1 لک میشه و ما تو 1 لک اینم تو مصرف میکنیم. حالا چی میکنه؟ اما قد سعی که احمق جور کردنه. یک دفعه کمرایش 2 تا میته، تایر تو هنوز بلد نیستی 3 کمرایش میکشه. کل عمر افغانام دینیم ترق 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 ترق. من نمیفهم چه وقت میبینی را در اون دنیا میبینی. خب یک روز پیشم یک سایت طبیبی از صبح که گرفتار هستی نکو باز 2 3 کمرایی را که جانت فروغ، دیگه دفعه کمرایش گرد میته، دیگه دفعه 4 کنجه میته و تو سینم تو مصرف کرده میری. و مرگ به امریکا میگیم نگو. پیسای تو فکر میکنی در اینجا پیسا را که میتی مستقیم دو کمپانی تلفن میره. اما وطنه منوس تو از 13 استفاده کردی پشت 14 در ماینه خانم یک گپش در طلاق رسیده که دختر خالیم 14 داره نامزادم به من نخریده. او خوارک گلم تو چی میکنی در این 14؟ من خود تو رو کدام پروفسور هم نمیدونم تحقیقات کنی. اگه گپ کار داره خود این تلفن اقوام میشه. اما موجود مصرفی است. من وطن گرامی باز این که شوه که سیمینار بانه او تجارت از چند میگیری 50 افغانی 1 روپگی کنی 50 تا میشه. ساجق بخری 1 خلطه میشه. مصرفش نکنی 1 سال تا بس است. 50 افغانی. بله سیمینار تجارت است، تلفن تجارت نیست. شما نوش جانتان سیمینار ثبت نکنه که استفاده خوب است. شما را نگفتم، مقصد همین وضعیت وطن میگم. با خدا موجود مصرفی است. ما چی تولیدات داریم؟ ما چه تولیدات داریم؟ نگو اونا نوکر ماست. با خدا ما نوکرشان هستیم. تو میوه گلچین هم میخوریم، ما خود نخوردیم. سیب خوب ما، انار خوب ما، کلش اونجا میره. پس ما عسل خوب ما اونجا میره. پس ماندایش برای ما تو میمانه. او هم که قارش آمد 1 هفته پشت مرز کل میوه فصل تا نگاه میکنه که تو عذر کنی بیا در مفت میگیری، امیر خب بگی که گنده میشه. اینه بچه اگه موتو نکنیم، موتو برش نتپیم، از بی سواد خود گله نیست. اگر نام ما مسلمان است، اگر نام ما افغان است، اینمی سوالایی است که از خود مطرح کنیم. اگر نه اونم تو چتیات در فیسبوک ها نشته کرده بریم خلاص. گوش کو گوهری تو اشک سحرگاهی تو شده که یک صبح بخیزی پیش خدا اشک بریزی. والله اگه به یاد ما بیاید خداوند تنها وقت امتحان میشه. خدا امتحان، خدا امتحان، خدا چرا سر ما، خدا سر ما. امیر رقم زندگی است. ندا بیاید بگه سرکی اویی که وطن خداوند در این دنیا وقتی میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، خداوند بخشنده و مهربان است در این دنیا. با کلی در اون دنیا برای مسلمان در این دنیا بچیم قانون وضع کرده. هر ملتی کار کنه، زحمت بکشه، درس بخونه، معدن تلفن جور بتنه او برده. هر کس نکنه مانده. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خداوند هیچ قومی رو تغییر نمیده. نگفت افغانه هیچ کسی را مگر خودشان خود تغییر بده. ما گلیم از خدایا چرا سر ما؟ اگه از ما پرسان کنی خب میگم سر ما، فکر سر ما. دیگه زحمت میکشه، دیگه کار میکنه، وطن خود دوست داره، وفادار است. ما تو نمیکنیم. ما تو اشتیاق ما همیست که کعبه حاجات ما امریکا شده. چه وقت اگه پاسپورت برای کدام ما ویزیش به افتخار است امروزه. والا تو افتخارات دیدین هم صاحب قصه کن، پرسان کن. والا بر ما نمبر چی آمده؟ او چی گپ شده؟ نمبر جنت آمده. بره بخیر بره. نمیگیم این وطنه که ما اگه مردیم چه شهید هستیم، وطن ماست. به شهادت باور نداریم. چقدر فرار. ای کاش روز اول مرز از این وطن واز نمیشد که اینجا میماندیم یا میمردیم یا میساختیم. میریم 4 تا ما را حلقه گوش نوکر میکنه، پس روان میکنه، پیسا را که ما میگیره، باز فرار میکنیم. نظام خانوادگی اوجه خراب میشه. افغانت گوجه رفته فکر نکن خوش از افسرده است.
تو مثلا یک مادری که اینجا دختر خود یک عمر تربیت کرد اونجا شام ناوقت بیه بچهش نشده و فکر میکنه خانواده افغان جور میمانه؟ نمیمانه بچه. و مسئولیت سر موتوس. متاسفانه بدبختی است یک تعداد گریخ رفت که ما ولی روشن فکر هستیم، زیر خطر هستیم. من گفتم اینا برای چی درسایی جور کنن؟ چطور سازمانا را بگن که درسای افغانا جور شود؟ چی پروگراما رفتن اولین کار کردن لباسا را بکش خود شور بده تیک تاک جور کن. روشن فکر ماست. کدام تولید دیگه من ندیدم از اینا. در امریکا رفته مصاحبه کرده برنامه با کاکا فلانی چلسی. او خدا بزنید از دست چرس خوی جا به عذاب هستیم. تو رفتی در امریکا مو افغانی را پیدا کردی که چرس میکشه؟ عجب الگویی برای ما معرفی میکنی؟ این بیترین برنامه ساز ماست، ولی هیچ کدام ما درد ما نمیگیره. صبح نخستیم 2 بجه شب که گریه کنیم که خدایا ما را آدم بساز. این وضعیت تا چه وقت؟ اما فقط که امتحان ما آمد باز خدا خدا میگیم. تا دیروز کجا بود؟ چقدر نقش خدا در زندگی ما هست؟ آیا تابالی شده که تو دستان تا گپ بزنی بگوی خدا خو میبینه؟ اگه استاد فکرشو طرف از خدا خو میبینه شده؟ اگه نشده بچه نیست خدا در زندگیت. اگه تو شده اصلا فیت گپ بزنه تو بگوی خدا میبینه معلم درس دیده گناه داره. شده؟ تو شده در خانه کتاب دواز کنی بگی خدایا من درس میخوانم به خاطر ساختن شخصیتم، به خاطر وطنم، به خاطر مردمم. شده؟ نیست. نیت ما نهایتا داغتر ما که بهترین از این مملکت است به این فکر است که چطور یک ماش پیدا کنه، یک ماینه خانه جور کنه. خدا یاد ما نمیه. اونو عشقت گوهر از برد که به این خاطر بریزه. ما سر چی گریه داریم؟ ولی تاوان کردیم نمریم کم بودی. در این گریه شرم از بر مسلمان.